چجوری تاکو درست کنم؟ کاری نداره که. خب پیاز را ریز خورد کرده و در روغن تفت میدهیم تا طلایی شود. گوشت را چرخ کرده اضافه کرده تا حدی تفت میدهیم که کاملا پخته شود. ادویه ها را اضافه کرده و به مدت 10 دقیقه روی حرارت ملایم میپزیم. نانهای تورتیلا را 30 ثانیه در مایکروفر یا 2 دقیقه در تاوه گرم میکنیم. ابتدا یک کف دست از مایع گوشتی را در مرکز تورتیلا قرار دهید. سپس پنیر چدار رنده شده اضافه کنید. گوجه فرنگی و کاهوی خردشده را بچینید. در انتها یک قاشق غذاخوری سس سالسا اضافه کنید. دو طرف تورتیلا را به آرامی تا بزنید. تاکوی شما آماده است. تاکو یکی از معروف ترین غذاهای خیابانی مکزیک که الان جزو مشهورترین غذاهای جهان شده. مهی تاکو.